بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سپاره سوم سوره بقره هنوز ادامه دارم. تلک الرسل، الله متعال میگه تلک الرسل، آیت 253 است سوره بقره، آغاز سپاره سوم. تلک، این پیغمبرها که هستن، الرسل، پیغمبران هستن که فضلنا، فضیلت دادیم، بعضهم، بعضی از ایشان را، علی بعض، بر بعضی دیگر. بر چی فضیلت دادیم؟ میگه جعلنا بعضهم افضل من بعض فی الوحی، در وحی. برای بعضیشان مثلا کتاب نازل شده، بعضیشان کتاب نازل نشده، بعضیشان صحیفه دارن، بعضیشان صحیفه ندارن. و فی الاتباع، فی الاتباع، بعضیشان پیروان بسیار زیاد دارن، به میلیون ها میلیاردها پیرو دارن، مثل رسول الله صلی الله علیه و آله. بعضیشان هست که تعداد پیروانشان بسیار کم هستند. و فی الدرجات، و دیگه در درجه هایشان، بعضیشان درجهشان بلند است. و المراتب به نزد الله متعال، مثل چی؟ منهم، بعضی از ایشان، من کسانی بودند که کلم الله، که الله به امرشان سخن گفته، مستقیما الله امرشان سخن گفته. و رفع، و بلند برده بعضی دیگه از اینا را، بعدهم درجات، به درجات مختلف. مثلا محمد صلی الله علیه و آله وسیله داشت. وسیله چی بود؟ وسیله و هی اعلی درجه فی الجنه، عالی ترین درجه در کجا هست؟ در جنت است. ولا تکونوا الا لعبد من عباد الله. و رسول الله صلی الله علیه و گفت که و ارجو ان اکون انا هو. رسول الله گفت ما امیدوار هستیم که امین باشم. ما شما از این میخاطر باز هر آذان چی میگیم؟ آتی محمدن الوسیلة، امین مقام جنت که است، ایره برش بتین. پس بعضی پیغمبرها اینی درجات هم داشته باشن. مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در معراج رفت، ابراهیم علیه السلام در آسمان هفتم بود، موسی علیه السلام در آسمان ششم بود، هارون علیه السلام در آسمان پنجم بود، ادریس در آسمان چهارم بود و این نمیخسم. پس درجات از اونها فرق میکنه. و آتینا، و الله متعال میگه آتینا، دادیم ما، عیسی ابن مریم، به عیسی پسر مریم علیه السلام، البینات، معجزات روشن را، و ایدناه به روح القدس، ما اینو تایید کردیم به روح القدس. روح القدس چی معنا؟ بعضی هم میگه که علما میگن که منظور از روح القدس ما معه من العلم، که به همراه علم بود که از جانب الله برش داده میشد. و بعضی هم میگه و وحی بود، میگه وحی هم روح میگه. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یعنی این تایید کردیم با وحی. و قیل المراد به روح القدس جبریل علیه السلام. بعضی هم میگه که مراد به روح القدس کی است؟ جبریل امین علیه السلام هست. یعنی همهش ممکن است و آیت صالح است به هر کدام از این که ترجمه و تفسیر شود. ولو شاء الله، و اگر میخواست الله، مقتتل، جنگ نمیکردن، الذین، کسانی که من بعدهم، بعد از اینا بودن. اینجا مشیت الله هست، اینا مشیت الله هست. من بعدهم، بعد از ایشان، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بر از اینا دلایل روشن آمد. الله متعال بر انسان ها اختیار داده و دین اجباری نیست. چون اجباری نیست، اختیاری هست. اینا یا بعضشان با وجود از آمدن دلایل روشن اینا گمراه شدن. من بعد ما، بعد از اینکه جاءتهم البینات، و آمد برشان دلایل و موجودات روشن. ولکن اختلاف، ولکن یا اختلاف کردن. چرا اختلاف کردن؟ اصلا علت اختلاف چی است؟ فمنهم، پس از ایشان، من کسانی هستند که آمن، ایمان آوردن، و منهم من کفر، و یک تعداد دیگه کافر شدن. اینا را اختلاف کی ایجاد میکنه؟ کسایی که از دین و شریعت جدا شدن، کافر شدن، یا اختلاف ایجاد میکنن. به هزارها حزب و گروه و طایفه پیدا میشه. ولو شاء الله، و اگر الله میخواست، مقتتلوا، اینا قتال نمیکردن، جنگ نمیکردن. ولکن الله متعال یفعل ما یرید، آنچه که بخواد اراده میکنه. دو قسم اراده هست، یکی اراده تشریعی است، یکی اراده تکوینی هست. اراده تشریعی این هست که تمام مردم چی باشن؟ مؤمن باشن. اراده تشریعی است، کلگی مؤمن باشن. الله متعال میخواد که کلگی مؤمن و با ایمان باشن. اما اراده تکوینی که هست، دی باز برای انسان ها اختیار داده شده. الله میخواد کلتان مؤمن باشین، حالا اگر کس به اراده تکوینی خواست ایمان بیاره، کس که نخواست ایمان نبیاره، او دیگه الله متعال برشان این فرصت داده هست. خب حال نوبت میرسه به نفقه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انفقوا، نفقه بکنین، مما، از آنچه که رزقناکم، ما بر شما رزق دادیم، من قبل از این که ان یاتی، اتر روز سر شما بیاید، ان یاتی یوم، اتر روز سر شما بیاید که لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه. روز قیامت میگه روزی است که در اونجا بیع هم نیست، خرید و فروش، که باز تو بری بگی والا من یک چیز میخرم برای خود، ولا خلت، و دوستی و رفاقت هم نیست، و هم از بین میره.
الله حتی اخلا بسیاری دوستان در اونجا که گمراه باشن باز یکی دشمن دیگه می باشه، میگه امی تو نبودی که مرا سینما آوردی، امی تو نبودی که فیلم رو به من نشان دادی، امی تو نبودی که مرا در فلان از بردی، در فلان تو نبودی که مرا مانع نمازم شدی در این مسجد برم نماز بخوانم، گفتی نه در این مسجد نمیخوانیم بریم اون در مسجد دیگه بخوانیم، گفتیم بیا درس بخوانیم، گفتی نه درس چی میکنی. پس حتی میگه بسیاری دوستای دنیوی که بر اساس شریعت و دین نباشه باز یا دشمن یکی دیگه می باشه دیگه. الله متعال میگه پیش از اینکه تو یک روز بیای که در اونجا خرید و فروش هم نیست و خلتون دوستی هم نیست و شفاعت هم نیست. این میگن جدی روز شفاعت هم نیست. باز علما چی میگن؟ میگن ظاهر آیت میگه که در روز قیامت شفاعت مطلقا نیست، لکن میگه دیگه آیات قرآن است که در روز قیامت شفاعت هست. پس چه قسم جمع کنیم بین آیاتی که شفاعت هست و بین آیاتی که شفاعت نیست؟ اینجا علما میگن که شفاعت هم هست هم نیست. برای کسایی که هست به 3 شرط هست، اگه این 3 شرط نداشتی باز نیست. اگه ما میخوایم شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شفاعت نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین در حق ما شوه، این چی هست؟ 3 شرط در وجود انسان باشه باز پیغمبرها او را شفاعت میکنند. شرط اولش چی است؟ شرط اولش چی است که الله از اونمو شفاعت کننده راضی باشه. اگر الله از شفاعت کننده راضی نباشه او شفاعت کرده نمیتونه. پس الله وقتی که از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین راضی میباشن بر از اونها حق شفاعت میتن. بنان اگر کسای از بت میخواه، از قبرها میخواه، از کسای میخواه که اونا باز این صلاحیت ندارن، باز او برشان شفاعت کرده نمیتونه. شرط دومیش است که الله راضی باشه از مشفوع له، کسی که مستحق شفاعت است باید از تو هم الله راضی باشه. الله وقت راضی میشه که تو با عقیده توحید از این دنیا رفته باشی. از این خاطر پیغمبرها نمیتونن که برای مشرک، کافر، مرتد، منافق برای از شفاعت بکنه. یعنی الله اگر میخوای که شفاعت پیغمبران نصیب شود باید در توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت، توحید اطاعت و چی هست و توحید افعال، در 5 قسم توحید باید اینجا خراب نشی. از این خاطر شیطان میخواد که تو را از شفاعت رسول الله هم محروم بسازه. چی میکنه؟ بعضی را در توحید ذات مبتلا کرده، مثل یهود و نصارا و بعضی کسا که به الله میگفتن پدر دارن مادر دارن. در امت رسول الله هم کم است، لکن بعضی کسا هستن که در توحید صفات در شرک هستن، صفات الله را به مخلوق میدن. بسیاری کسا را ببینی میگن اینی فلانی عالم الغیب است، اینی که فال دید بسیار خوب فال میبینه. پس این شرک در صفات آورد. بعضی در افعال الله مشرک هستن، اینی قبر بر ما بچه میده، دختر ندارید اونو زیارت برو، بچه ندارید او زیارت برو، سردرد رسیده اونو دیگه برو. متوجه هستی؟ این صفت شافی الامراض الله را، صفت رزاقیت الله را و مخلوق میده. فهمیدین یعنی؟ پس از این خاطر میگه که در بعضی اوقات بسیاری کسا را ببینید در شرک در عبادت مبتلا هستن. شرک در عبادت چی است؟ سجده به مخلوق میکنه، رکوع به مخلوق میکنه، نظر به نام مخلوق میکنه، عبادت ها را. بسیاری مردم دیگه هستن که شرک در طاعت مبتلا هستن، نمیفهمن. به عوض شریعت الله مارکسیسم تطبیق میکنه، کمونیسم تطبیق میکنه، دموکراسی را تطبیق میکنه. متوجه هستین؟ سکولاریسم تطبیق میکنه، میگه این اندیشه ماست. در فلسفه ها مبتلا هستن. اینه. پس اینی مردم ها در شرک در اطاعت مبتلا هستن. بعضی ها شرک قبور میفهمن، شرک قصور نمیفهمن. در قصرها که شرک است تواغیت شیشتن و گمراه میکنن مردم را. اینه والکافرون شرط دومشی بود. و شرط سومش اذن و اجازه هست در شفاعت. اگر به یک پیغمبر اجازه داده شد که به اونو شخص شفاعت بکو، پیغمبر به اون شفاعت کرده میتونه، و اگر نداد باز نمیشه. پس این 3 شرط شفاعت است. والکافرون هم الظالمون، و کافرانی که مستحق شفاعت نمیشن کی هستن؟ هم الظالمون، ایشان هستن ظالمای حقیقی. آله نوبت میرسه به آیت الکرسی. در آیت الکرسی بسیار مسائل قوی و مهم اعتقادی بیان شده که انسان مسلمان باید بسیار دقیق و فضیلت و اجر زیاد هم داره، کسی رو میخوان البته با معنایش و با عقیده درست صحیح. الله متعال خود معرفی میکنه، میگه الله و الله که نامش الله هست، نامش خدا نیست، نامش خدای نوم خدای نده، نوم گاد نیست. نگوین گاد و خدا و خدای. او کسی که خالق شما هست نامش چی است؟ الله.
الا نگوین، الا به معنای آگاه باشید است. فهمید؟ یعنی یگان تا غلط میگه الله اکبر الله اکبر، یعنی آگاه باشید که بزرگ است. چی معنی؟ الله اکبر بگوین، الله اکبر، خوب پر، الله اکبر. نه الله متعال میگه او خالق شما که الله نام داره، لا اله، لا نیست، اله هیچ معبود به حقی که ذات از او عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه الا مگر هو، او یعنی الله. او الله چیست؟ هو الحی القیوم، الله الحی، الله زنده حقیقی هست. القیوم که قائم از بذاتش و محتاج به کسی دیگر نیست، یعنی به تدبیر خلقش. فهمید؟ یعنی خلق تدبیر میکنه. لا تأخذه، الله که الحی و القیوم است و ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. متوجه هستین؟ لا تأخذه، نمیگیره او را سنة ولا نوم، نه پینگی. سنه چی را میگه؟ مقدمات خواب. و نوم چی را میگه؟ خواب میگه. یکی از علما میگه سنه که است چی را میگن؟ میگه سنه امو پریشانایی در سر است، میگیری سنه میگن. نعاس چی را میگه؟ در چشم. اگر یک نفر چشمایش تو خواب برده بود میگه نعاس است، نعاس که در چشمت خواب بیایه. سنه که در کلت چی بیایه. و نوم چی را میگه؟ که خواب در قلبت بزنه چپیت کنه بفتی دیگه خوابت ببرم. اینال الله متعال در قرآن عظیم شان میگه که او خالقی که زنده حقیقی هست، او قائم از بذات خود تدبیر میکنه ای کائنات جهان را، و ای خالق متعال به صفات منفی باید توصیف نکنین، نفی میکنه از خود. چی را؟ خوا و پریشانی را و پینگی را. لا تأخذه سنة، ایره مقدمات خواب نمیگیره، ولا نوم و خواب هم ایره نمیگیره. چرا؟ اگر ای باشه باز انسان خواب که است خب مثل مرگ است. لهو، آل الله متعال توحید در تصرف بیان میکنه. تصرف چی است؟ کابل کی نگاه میکنه، مزار کی نگاه میکنه، هرات کی نگاه میکنه، زمین کی نگاه میکنه، آسمان ها را کی نگاه میکنه؟ مالک متصرف از اینا نگاه میکنه که کی است؟ الله است. میگه له، برای الله هست، ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی مالک تصرف آسمان ها و زمین کی است؟ الله هست. من ذا الذی، کیست او کسی که یشفع و شفاعت بکند عنده، به نزد الله، الا باذنه، مگر به اجازهش. حتی پیغمبرها و ملائکه حق ندارن که شفاعت بکنن مگر به چی؟ به اجازه الله. یعلم، الله متعال میدانه ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما بین ایدیهم و ما خلفهم علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگه ما بین ایدیهم یعنی قبل از خلقتشان، و ما خلفهم یعنی بعد از موتشان. یعنی الله میفهمه پیش از این که تو خلق شوی و بعد از این که مردی همه را الله میفهمه. تفسیر دوم چی است؟ میگه یعلم، میداند الله متعال ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی ما اظهروه، ما بین ایدیهم آنچه را که در پیش روی خود ظاهر و آشکار کردن، و ما خلفهم و آنچه را که در خلف یعنی در عقب پنهان کردن. الله متعال کل از این میفهمه. و الله متعال میفهمه آنچه را که شما پیش رویتان انجام میتین و آن چیزی که مثلا در عقب انجام میدین. ولا یحیطون بشیء من علمه، اما مخلوقات عاجز هستن. میگه مخلوقات نمیتونن احاطه بکنن، کاملا احاطه بکنن و بفهمن بشیء چیزی من علمه، از علم الله را. علم غیب الله را انسان احاطه کرده نمیتونه. الله متعال عالم است به تمام مخلوقات. ما و شما فقط همین چیزایی را که در مقابل ماست ایره میفهمیم. بشیء من علمه، از چیز از علم شاه، الا مگر بما شاء، آنچه که الله خودش خواسته باشه و توسط پیغمبرا از غیبیات خبر داشته باشه، از وحی. اینه که الله اراده کرده باشه چیزایی که غیب نیست ایره برشان علمشه، برشان توسط عقلشان و توسط وحی و توسط لابراتوار و توسط ازی برشان بیان شده باشه. وسیع هست کرسیه، کرسی الله متعال از چی کده وسیع است؟ میگه السماوات والارض. بعضیا میگن منظور از کرسی علم الله هست.
بعضی ها میگه وسیع هست علم الله، میگه علم الله در بر گرفته چی را؟ آسمان ها و زمین را. و بعضی از علما میگن که منظور از کرسی یک کرسی هست مثل ما و شما کرسی میگیم، لکن مشابه با کرسی های ما و شما نیست. اما قسمی که با مو جلال و عظمت الله کرسی شایسته است، اما تو یک کرسی هست و کی وسعتش بزرگیش از آسمان ها و زمین هم که بزرگتر است. ولا یعوده و ناتوان نمیسازه الله متعال حفظهما، حفظ آسمان ها و زمین. یعنی الله ذات عظیم قدرتمند است، ذات الحی است، القیوم است که نگهداری آسمان ها و زمین که مالک متصرف او است او را عاجز نمی سازه. اما دیگه مخلوقات که است که بعضی مردم ها شرک میارن در تصرف و میگن کابل فلانی نگاه میکنن، مزار فلانی نگاه میکنن، هرات فلانی شخص نگاه میکنن، او بیچاره که خو برد باز خیلی چطور نگاه میکنن؟ ورخ کلشان خو میبره او خو نداره. العیاذ بالله انت شریک میکنن که الله در صفات الله مخلوقات. ولا یعوده و ناتوان نمیسازد الله متعال را حفظهما نگهداری امی آسمان و زمین. و هو و الله متعال العلی بسیار عالی مقام هست، مقام از او بسیار عالی هست، العظیم و بسیار با عظمت است. پس ای زمین و آسمان و کائنات که حفظ میکنه خلق کرده، حفظ کرده و بالاخره از بین میبره. ایره ذات میبره که الحی است، القیوم است، العلی است، العظیم است. ات ذات با عظمت است. لا اکراه فی الدین. او مردم فکرتان باشه که در دین اکراه نیست. اکراه چی معنی؟ یعنی یک کسی را به زور و به جبر ما مسلمان ساخته نمیتونیم، چون ایمان مسئله قلبی هست. اگر قدرت سیاسی به دست مسلمان ها باشه، مسلمان ها کسی را به زور در دین داخل نمیکنه، برش دین میگه، اما اگر قبول نکرد یهودی در دین خود میباشه، نصرانی در دین خود میباشه و هر کس. لا اکراه، زور و جبر و اکراه نیست فی الدین در دین. قد تبین یقینا که معلوم شده هست، بیان شده است الرشد و هدایت ها من الغی از گمراهی ها. خب پس وقتی که رشد معلوم شد نسبت به گمراهی، پس وقتی که ما میخوایم که هدایت شویم چه قسم هدایت میشیم؟ میگه اگر میخوایم که هدایت شویم اول کفر به طاغوت بورزین. کفر به چی؟ فمن، پس هر کسی که یک فر کافر شوه به طاغوت. آل طاغوت چی هست؟ ایره خوب دقیق بفهمین. طاغوته ایره بشناسین که باز به این کافر شوین. طاغوت سه قسم است. چند قسم است؟ سه قسم است طاغوت. یکی طاغوت فردی هست، طاغوت در لباس فرد میایه. گاهی هم طاغوت در لباس فکر میایه، فکر و اندیشه. و گاهی هم طاغوت در لباس حزب میایه. سه قسم طاغوت است: طاغوت فردی، طاغوت فکری و طاغوت حزبی. فرد طاغوت کدام یکی هست؟ طاغوت فردی که به شکل یک انسان میایه، یا یک جن میایه، یا یک شیطان میایه. این طاغوت 5 قسم است. طاغوت فردی 5 قسم است. اول خود طاغوت 5 قسم است، خود طاغوت 3 قسم است: فردی، فکری و حزبی. باز هر کدامش از خود تقسیم بندی داره. قسم اولش که طاغوت فردی هست، این 5 قسم است. اول یک نفری که دیگران را به عبادت خود دعوت میکنه. دیگران میگه بین زیر پای من سجده کن، بیا بر من رکوع بکن، بیا بر من عبادت بکن، بنام من نظر بگی. اگر این نفر مردم به میگه دعوت کرد، این طاغوت گفته میشه. یک. دومش که مردم به عبادت خود دعوت نکرده لکن دیگران در مقابلش عبادت میکنه و این راضی باشه. یک کسی میه زیر پای تو سجده میکنه، اگر راضی شدی در حال که دعوت نکردی، این هم طاغوت گفته میشه. پس دو قسم طاغوت مربوط عبادت میشه: یا به زبان خود مردم به دعوت میکنه و یا ای که دعوت نمیکنه بلکه رضایت داره از عبادت کردنش. فهمید؟ یعنی این دو تا طاغوت گفته میشه. قسم سوم مربوط به قانون میشه. هر کسی که قانون بسازه که ضد شریعت الله هست، ضد شریعت الله هست، این هم طاغوت گفته میشه. همین شخص، هر کسی قانون ساخت که او قانون از او با شریعت الله در تکر است، این طاغوت گفته میشه. 3 قسم. قسم چهارم طاغوت کسی است که یکی از صفات یا افعال الله را به خود نسبت میده.
مثلا میگه پیش فالبین برین، میگه من برات میگم که یک هفته بعد سر تو چی میشه. اینی فالبین تعویضگر جادوگر این طاغوت میشه وقتی که علم غیب الله را به خود چی کنه، ادعا بکنه. متوجه هستین؟ یا من میتونم تو را شفا بدم، یا من میتونم که تقدیر تو را تغییر بدم، من میتونم بچه نداری بر تو دختر بدم. اینه اگر یکی از صفات افعال الله را ادعا میکنه این طاغوت گفته میشه. قسم پنجمش کیست؟ طاغوت خود ابلیس علیه اللعنه هست. ابلیس شیطان الرجیم این هم طاغوت است. این 5 قسم طواغیت است. فهمیدین اینا؟ یارو طاغوت های فردی میگن. طاغوت حزبی چی را میگن؟ قسم دوم که طاغوت حزبی بود. طاغوت حزبی هر حزبی که در اساسنامه از او، هر حزب از خود یک اساسنامه داره، اگر در اساسنامه از او کدام بند از او مخالف با شریعت الله هست، یه حزب طاغوتی هست. مثلا حزبای کمونیستی که بود در اساسنامهشان میگه که ما کمونیست قانون مارکس انگلس قبول دارم. قانون مارکس انگلس ضد شریعت الله است. احزاب سیکولری که یا چی میگن ما دین از سیاست جدا فکر میکنیم، این حزب طاغوتی شد. احزاب قوم پرستی میگه قوم ما از دیگه قوم‌ها که چی هست، برتر است. پس این احزاب کمونیستی و احزاب سیکولری و احزاب قوم پرستی، این احزاب چی هستن؟ طاغوتی هستند. چرا که در اساسنامه از اونا ضد شریعت الله هست. میگه ما مسلمان نیستیم، ما وطن پرست هستیم. الله گفته وطن کس پرستش نکنه، پرستش خود از الله میشه. پس وطن پرستا که در اساسنامهشان وطن پرستی است، اینا حزب طاغوتی گفته میشه. و قسم سومش اندیشه های طاغوتی هست. اندیشه های طاغوتی کدام یکیست؟ یعنی فلسفه ها و افکار الحادی که ضد شریعت الله هست. مثلا داروینیزم این یک فلسفه طاغوتی است. چرا؟ الله میگه که اصل انسان خودش اصل است. داروین میگه که نه، این انسان اصل نیست، اصل شادی است. پس این گپ با قرآن در تکر است. این اندیشه طاغوتی است. یا مثلا مارکسیسم، مارکس میگه که دین افیون ملت هاست، پس ضد دین است مارکسیسم. پس این یک اندیشه چی هست؟ اندیشه ضد الهی هست. مثلا سیکولاریسم، سیکولارها اینا ضد دین هستند. پس اینا امی اندیشه های چی هست؟ طاغوتی هست. اندیشه های طاغوتی بعضش حزبگرا هستن، ماتریالیست هستن، ماده پرست هستن. اینا میگن که ما چیزی که بچه‌شم ببینیم قبول داریم، که بچه‌شم نبینیم قبول نداریم. در حالی که الله میگه الذین یؤمنون بالغیب، یا میگن ما تا بچه‌شم نبینیم قبول نداریم. پس این اندیشه طاغوتی است. قسم دیگه‌شان عقلگراها هستن. عقلگراها کسایی هستن که میگه معیار حق و باطل شناختن حق و ما فقط عقل ما هست، فراتر از عقل نمیپذیریم. پس اینا هم اندیشه طاغوتی هست. عقلگراها، فلسفه عقلگرایی. دیگهش علمگراها هست، میگه تا وقتی که ما چیزی رو در میز لابراتوار نبیاریم ما او را قبول نداریم. بعضی چیزای مادی در میز لابراتوار میایه اما امور غیبی در میز لابراتوار نمیایه. اینا وحی را قبول ندارن، تنها میگه ما علمگرا هستیم. پس اینا کافر هستن. حزبگراها، عقلگراها و علمگراها، اینی کسایی هستن که اینا غیب الله را قبول نمیکنن، اینا طواغیت هستن. پس 3 قسم طاغوت شد: طاغوت فردی، طاغوت حزبی و طاغوت فکری و که مربوط به اندیشه و فکر میشه. طواغیت فردی 5 قسم بودن که اونا کلش ان شاء الله شما فهمیدین. خب حال الله متعال چی میگن؟ میگه طاغوت که شناختین، عالمه خواهی مسلمان شوی. چه قسم مسلمان شده میتونی؟ فمن، پس هر کسی که یک فر کافر شد به طاغوت، هر کسی که کافر شد، انکار کرد، مخالفت کرد، نپذیرفت طاغوت فردی را و طاغوت حزبی را و طاغوت فکری را، او را رد کرد و یؤمن بالله، باز ایمان به الله آورد. متوجه هستی؟ اول باید به طاغوت ها چی شوی؟ کافر شوی، بعد از او ایمان به الله بیاری. اینجا باز چی میگه؟ فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز اینی نفر است که تمسک ورزیده به چی؟ به عروه وثقی. عروه وثقی چی رو میگه؟ دستاویز قوی. دستاویز قوی یعنی چی؟ یعنی او دستاویزی که یک سرش به دست انسان است و سر دیگهش به دست الله متعال هست. همون دستی که
کما یلیق بجلاله و عظمتی. امو دست الله که جلال به عظمت و جلال شایسته است. لا نعرف کیفیته، ما کیفیتش نمیفهمیم، مربوط غیب الله هست. تعویلش هم نمیکنیم، تشبیه هم نمیکنیم. پس الله متعال میگه که عروة الوثقاش است، قرآن عظیم الشان هست. پس اگر کسی کافر به طاغوت ها شد و ایمان به الله آورد بعد از کفر به طاغوت، باز اینی میگه فقط استمسک بالعروة الوثقا. اینی انسان است که تمسک ورزیده، چنگ ورزیده حقیقتا به چی؟ بالعروة الوثقا، بر اسمان محکم الله که قرآن است. اینی مسلمان حقیقی مطابق قرآن و سنت است. لن فسام، قطع نمیشود، قطع نیست لها بر زمین رسمان. والله و الله متعال سمیع، بسیار شنوا هست، علیم، بسیار دانا هست. اینال اگر شما امی قسم عقیده داشته باشین، باز دوست شما الله هست. الله متعال کس ولی الذین آمنو، ولی دوست است. در قرآن وقتی که ولی استعمال میشه اینجا چی مرادش است؟ دوست است. میگه الله متعال کس ولی و دوست است. دوست کی است؟ دوست الذین آمنو، از کسانی که ایمان دارن. یخرجهم، اینا را بیرون میکنن، من الظلمات، از تاریکی های کفر، الی النور، به طرف روشنایی ایمان. والذین کفروا، اما کسانی که باز کافر شدن یا دوست دارن، میگه بله اینا هم اولیاء دارن. فهمیدی یعنی؟ اولیاء فرق میکن، اولیاء رحمان، اولیاء شیطان. باز میگه والذین کفروا، باز کسی که کافر شده، اولیاءهم، اولیاء از اونا که میگه ما اولیاء را میشناسیم، باز میگه اولیاء از اونا کی است؟ دوستانشون الطاغوت و کافرها هست. فهمیدی یعنی؟ پس یکی دوست الله هست، یکی دوست شیطان. یکی اولیاء الله هست، یکی اولیاء شیطان. باید فرق بکنیم بین اولیاء شیطان طواغیت است، اولیاء رحمان بنده های مؤمن موحدش است. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، اولیاءهم، دوستانشان، اولیاءشان کی است؟ الطاغوت، و طاغوت ها هست. اونم طاغوت هایی که ما شما اقسامش خواندیم. یخرجونهم، بازی طاغوت ها چی میکنن؟ میگه اینا را خارج میکنن من النور، از نور و روشنی ایمان، الی الظلمات، به تاریکی های کفر. باز شما کمرا از اینا بشینین، بازی خلقی و پرچمی و سوسیالیست و کمونیست و دموکرات، بازی همیش ترا میخواد که از دین چی کنه؟ دور بکنه، روشنی ها را از پیشت میگیره. باز میگه قرآن چی میکنی؟ سنت چی میکنی؟ دین چی میکنی؟ ریشه چی میکنی؟ مزیت چی میکنی؟ بیا که من برات کتابای دیگه را برات گفتم که ترا خوب آمد فکرت روشن بسازه، یعنی فکرت خوب تاریک بسازه، خوب کافر بسازه. روشن فکری از اونا تاریک فکر قرآن است. الله متعال میگه که این طاغوتا چی میکنن؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینا را از روشن فکری میکشه به طرف ظلمات، تاریک فکری. یخرجونهم، بیرون میکند امی اولیای طاغوتیشان، امی پیروای خود، من النور، از روشن فکری، نور ایمان، الی الظلمات، به تاریک فکری، یعنی کفر، تاریکی کفر. اولئک، نتیجه از اینا چیست؟ اولئک، امی گروه مردم، اصحاب نار، اهل دوزخ هستن، هم فیها خالدون، اینا همیشه در این میباشه. حالا بعضی کسا میگه امی مردم های بیدین و مردم های متمرد آیا یا امیال پیدا شدن یا از قدیم بودن؟ میگه نه، یا این از قدیم بودن این مردم هم. علم تعلم، میگه آیا نمیفهمی؟ علم ترى، آیا ندیدی؟ الی الذین، بسوی کس، الی الذی، او کافری را که او بیدینه که حجت و دلیل میگفت یا جر و بحث میکرد با کی؟ ابراهیم، با ابراهیم علیه السلام. این نمرود بود. فی ربه، در مورد پروردگارش. این در زمان ابراهیم علیه السلام بوده. ان آتاه الله الملک، ای که الله متعال بر از او پادشاهی داده. اس قال، وقتی گفت ابراهیم علیه السلام برش، ربی، رب من، پروردگار من، الذی، کسی است که یحیی و یمیت، که انسان از زندگی میته و انسان هم میمیرانه. قال، گفت امی نمرود، ای پادشاه سرکش، ای طاغوت در عصرش، ای چی گفت؟ انا احیی و امیت، ما هم زنده میکنم میمیرانم. گفت چه قسم تو زنده میکنی میمیرانه؟ گفت بیار دو دانه بندیره که آورد، گفت این یک شب بکشین. گفت اینه ما کشتم، این دیگه چه زنده بانن، برو آزاد هستی چکر بزن. اینه گفت این سیست، اینه ما خود زنده میکنم میمیرانم. ببین عقله الله متعال خاص هیچ خلق کرد. تو آدم خلق شدگی رو میگی میره زنده میکنم. لوده بعد از ابراهیم علیه السلام گفت که خو خیلی لوده است، بخوای بس یک دلیل دیگه بگیم که اما تو گنگ بانه دیگه هیچ چیز نشه.
قال ابراهیم علیه السلام برش گفت فان الله، پس یقینا که الله متعال یأتی می آورد به شمس از آفتاب من المشرق، از مشرق، فأتی بها من المغرب. گفت خیلی برو یک کار دیگه بکن، الله خو اینه می آفتاب از مشرق از شرق طلوع میته و در غرب چی میشه غروب میکنه، تو بگی میره خیلی سرچپه بساز از اون طرف طلوع بده. یکی گپ برش گفت چی شد؟ فبهت الذی کفر، فبهت پس مبهوت و حیران ماند، الذی و کسی که کافر شده بود، والله و الله متعال لا یهدی هدایت نمیکنه القوم الظالمین. این هدایت الله کس، یک عقیده توحید کس، یک نعمت الله هست، یک ثروت است، یک سرمایه الهی هست، یک رتبه الهی است که الله بر هر کس نمیته، بر ظالم و بیدینا. وقتی که بر یک مسلمان میته، مسلمان بسیار باید خوشحال باشه. او کلذی، یا کسی که مره، یک شخص دیگه میگه بود انسان دیندار بود، مره مرور کرد علی قریه، بر یک قریه و هی خاویه، امی قریه چپه شده بود، خراب شده بود، علی عروشها، عرش دیوارها را میگن، میگه امو دیوارها و سقفها و کل چیزا هم چپه شده بود. قال امی شخص گفت انا، چگونه یحیی الله، زنده میکند، یحیی زنده میکند یا آباد میگه، هذه این قریه را الله متعال بعد از موتها، این قریه خود تکه شده، هیچ چیز اینجا نمانده دیگه، چه قسم پس دوباره آباد خواهد شد. الله متعال بر از این نشان میته قدرت خدا. فاماته الله، پس میراند او را الله متعال 100 عام، 100 سال، ثم بعثه، باز زندهش کرد. یا عزیر علیه السلام، عزیر نام داشت، عزیر، فهمیدن؟ یک شخص خوب بود. قال وقتی که دوباره زنده کرد، الله متعال نشانش داد، باز برش گفت کم لبسته، چقدر وقت میجا ماندی؟ این که خیس گفت، قال گفت لبست یوما او بعد یوم، شاید یک روز میجا تیر شده باشه یا نیم روز، کم از روز. قال برکه الله برش گفت بل لبست، بلکه تو اینجا باقی ماندی 100 عام، 100 سال تو اینجا ماندی. فانظر، پس نظر کو الی طعامک، به غذایت، و شرابک، به نوشابت، لم یتسنه، که خراب نشدن. وانظر الی حمارک، بی او مرکبت سکو، ولنجعلک، او مرکبش بیخی اما تو استخوانایش معلوم میشد، بیخی کلش اما تو چیز شده بود. ولنجعلک، الله متعال گفت تا که ما تو را بگردانیم آیتا، نشانی از قدرت خود، للناس، به مردم. وانظر الی العظام، و بی به طرف استخوانهایی که اونجا افتادگی هست، کیف ننشزها، که چه قسم استخوانها را بلند میکنیم، ثم نکسوها، باز بر روی ازی استخوانها می پوشانیم، لحما، گوشت را. فلما، پس هنگامی که تبین له، معلوم شد بر از او قدرت الله در زنده ساختن مخلوقات، قال گفت اعلم و میدانم، اعتقد و عقیده می داشته باشم، ان الله، یقینا که الله متعال، علی کل شیء قدیر، به هر چیز قدرتمند است. و در اینجا حتی خود ابراهیم علیه السلام هم، بعضی از دوستای الله هم بعضی اوقات سوال میکردن از الله متعال علائم قدرتش، تا که مثلا آرامش قلبی بر از اینا ایجاد شود. قال گفت ابراهیم علیه السلام ربی، ای پروردگار من، ارینی نشان بده بر من، کیف تحیی الموتى، که چگونه زنده میکنی مرده ها را. قال الله متعال برش گفت اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال ابراهیم علیه السلام گفت بله من ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، تا که اطمینان قلبی بر ما حاصل شود. قال الله متعال برش گفت فخذ، پس بگی 4 من الطیر، 4 نوع از پرندگان را، فسرهن، باز اینمی پرنده ها را علما میگفتن که ایره چی کو، قطعه کو، همچنان ایره با خود عادت بده، الیک بسویت، ثم اجعل، باز بگردان، یارا توته که کردی، باز ایره بگذار در سر هر، علی کل جبل، بالای هر کو، منهن، عظمی پرنده ها، جزن یک توته. آلخیا چند قسم هستن، یارا توته کردی، اما تو کوفتی از اینا را دمی سر هر کو یک توته ماندی. آل سیکو، جز عربان، ثم دوهن، باز صدایشان کو، و نامهایشان صدا کو، او فلانی، او زاغ، او کبوتر، او فلانی، بیا یاتینک سعی، اینا میاین به نزد تو. باز ببین که الله متعال چه قسم از گوشت کوفته شدگی پس دوباره مخلوق خلق میکنه. و علم، و بدان که ان الله، یقینا که الله عزیز، بسیار توانا است، حکیم، با حکمت است. اینال الله متعال میگه که این دلایل قدرت است که الله متعال توحید ربوبیت خدا بیان کرد، که الله متعال چه قسم خلق کننده هست و دوباره مبعوث کننده مخلوقات است. مثل الآل، مثال بیان میکنن در مورد مال و نفقه، میگه مثل الذین، مثال کسانی که ینفقون، نفقه میکنن، اموالهم، مالهایشان را، فی سبیل الله، اگر شما 1 روپیتانه به خاطر رضایت الله مصرف میکنین، این چی حکم داره؟ میگه که مثل حبتن، میگه مثل یک دانه هستی، ایره پرتی، انبتت، که این میرویاند 7 سنابل، 7 خوشه،
فی کل سنبلت، در هر خوشم 100 حبه، 100 دانه می باشه. سعی کنید میگه از یک دانه الله متعال 700 دانه را میکشه. این نمی قسم 1 روپیه را که فی سبیل الله تو مصرف میکنی، این الله متعال بر تو 700 چند میسازد. والله و الله متعال یضاعف و زیاد میکند، چندین برابر میسازد. لمن یشاء، بر هر کسی که بخواهد. والله و یقینا که الله متعال واسع، بسیار وسیع است، فضل و رحمتش علیم، بسیار عالم آگاه است. الذین، کسانی که ینفقون، نفقه میکنن، اموالهم فی سبیل الله، مالشان را در راه الله، در راه جهاد به الله، فی سبیل الله، و یا ای که در راه تعلیم فقرا و مساکین و یتیمان و دیگران. ثم لا یتبعون، باز از این امین مال را که فی سبیل الله در راه الله مصرف کردن، باز در عقیب از این دنبال نمیکنن ما آنچه که انفق و نفقه کردن، منن، باز اینجا منت گذاری نمیکنن. بعضی کسا وقتی که مال داد بازو را منت میگذاره. این با این منت گذاری در نفقه ها چی است؟ این بیادبی هست. باز میگه وقتی که باز اینا در پشت نفقه خود منت گذاری نکردن، ولا اذن، و بر فقیر و مسکین یتیم ضرر هم نرساندن، بر مجاهدین چیزا هم نکردن که ما بر شما پیسه دادیم، کمک کردیم، فلانی کردیم، ضرر هم نرساندن. این دو بیادبی رو نکردن، یکی منت گذاری، یکی اذیت رساندن با زبان و با دست را. لهم، الله متعال میگه باز بر از این مردم اجرهم، اجرشان است عند ربهم، به نزد پروردگارشان. ولا خوف، و نیست ترس، علیهم، بالایشان، ولا هم یحزنون، و اینا جگرخون هم نباشه. الله متعال یک قاعده را بیان میکنه برای کسایی که صدقه و نیکی میکنن. میگن قول معروف، سخنهای شایسته، و مغفرت، و طلب مغفرت کردن، خیر، بهتر است، من صدقه، از صدقه که یتبعها اذی، که بعد از او باشه. یعنی از این کده که یک نفر تو پیسه میتی باز برای او ضرر میرسانی و منت گذاری میکنین، از این کده که برش یک جمله خوب بگویی او بهتر است، این ثوابش بیشتر است. والله متعال غنی، محتاج به مال شما نیست، الله بی نیاز است، غنی هست، لکن شما را امتحان میکنه و حلیم، بردبار است که شما در این مالتان چی میکنین. یا ایها الذین آمنو، این قاعده را بیان میکنه برای مؤمنان، میگه که ای مؤمنان، لا تبطلوا، باطل نکنین، صدقاتکم، صدقاتتان را، بالمن، با منت گذاری. یعنی ببینین بیادبی در عبادت چی میشه؟ سبب نقص ثوابش میشه. یک نفر در نماز جمعه ببینه که در آخر آمده بوتکای جلسه شاید میاد صف اول، این خوشحال است که مثلا در صف اول رفتم، امی کل ثواب نماز از پیش از رفت. چرا؟ بیادبی کرد، کل مردم اذیت کرد. متوجه هستین؟ یک نفر خوب درس میخونه باز یک دفعه کپک موبایلک خودم میگیره میره، اونم استاد برش میگه الله بر ثواب نته، تو کل درس مرا گدوت کردی. یعنی بیادبی. یکی رو ببینی قرار در پیش روزش شب دو دفعه دان خود آواز میکنه، فاجعه کشیده میره، هم یک بیادبی هست. پس اینی بیادبی ها چی میکنه؟ اما ثواب اجر اونم عمل انسان از بین میبره. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای انسان های مؤمن، شما بسیار با ادب باشین، ولو که یک فقیر کمک میکنی، ولو که تو مالدار هستی به یک یتیم کمک میکنی، به یک کسی که به پدرت نفقه میکنی، به مادرت نفقه میکنی، برای خانمت نفقه میکنی، اینمی نفقیت با منت گذاری و با اذیت رسانی ایره باطل نکو، ثواب ازیره. بسیاری کسا خانم های خود اذیت میکنن، بر تو لباس خریدم که برای تو خانه جور کردم که برای تو ای را آوردم، برای تو ای آوردم، اینال ای شوهر چی میشه؟ در گناه مبتلا میشه و ثواب اجرش از بین میره. و بعضی اوقات خانم ها باز اونا چی هستن؟ کفران نعمت میکنن. بر شرط قدر لباس را بیاری، باز یک روز میگه هیچ از تو ما خیر ندیدیم، هیچ یک روزم این بازی کفران نعمت میکنه، از او هم اجر و ثوابش کلش از بین میره. پس الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تبطلوا، باطل نکنین، صدقاتکم، یعنی اجر و ثواب کارهای نیکتان را. اگر شما کلمت طیبه که صدقه هست، لفظ خوبی که گفتی صدقه هست. تبسمک فی وجه اخیک صدقه، تبسمت در مقابل برادرت چه؟ صدقه هست. سلام دادن در خانمت صدقه هست. نفقه فامیلت صدقه هست. مصرف در جهاد فی سبیل الله صدقه هست. درس و تعلیم برای انس و جن، برای انسانهای مؤمن، برای جنهای مؤمن درس میتی، تعلیم میتی، حق برشان بیان میکنی، کلش چیست؟ صدقه هست.
اینمی صدقات با منتگذاری و با اذیت رسانی به جانب مقابل باطل نکنین. الله متعال میگه لا تبطلوا صدقاتکم، باطل نکنین صدقاتتان را بالمن، به منتگذاری و الاذى و ضرر رساندی، کالذی مانند کسی که ينفق نفقه میکنه، مصرف میکنه مال خود را رعاء الناس، بر ریاکاری مردم، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، به الله و روز قیامت با ایمان ندارن. بسیاری کسا صدقه میکنن، چی کردی روز دو کردم، چی کردی در روز مرده قم مصرف کردم، در چلی قسم مصرف کردم، در شب جمعگی قم مصرف کردم، در سال قم مصرف کردم، این خیرات کردم. این کلش چی میکنه؟ الله متعال میگه مثل کسی است که چی میکنه؟ نفقه میکنه، مصرف میکنه رعاء الناس، به خاطر ریا به مردم. شرک میاره. ریا چی است؟ شرک خفی هست. ریا شرک اصغر است، اما اگر نیتش 100% مخلوق بود به شرک اکبر مبدل میشه. بعضی کسا کل کارش کس مصرفش کس میگه پرسانش کنی بازو شرک خودش بیان میکنه. چرا مصرف کردی؟ میگه عبدالزاده دارم، دندانهایشون شکستاندم. تو دندانهای خودت شکستاندی، خودت مشرک ساختی. فهمید؟ یعنی اینا رو میگه کسانی که نفقه میکنن رعاء الناس، برای ریاکاری، برای مردم، برای خودنمایی. چرا این کار میکنن؟ به خاطر ذکر ولا یؤمن، ایمان نداره بالله، به الله و الیوم الاخر، به روز قیامت. فمثله، پس مثال همین انسان، همین نفر که ریاکار است، این کلش به خاطر ریاکاری میکنه، مثل چی وارست؟ مثلش میگه مثل کمثل صفوان، مثل یک سنگ صاف است، مثل کدو وارد، کلش کدو وارست، اما مثل سفید هست، علیه تراب، که در سر از یک که گرد خاک افتاده باشه. فاصابه وابل، پس یک دفعه بر از همین گرد و خاک چی میرسه؟ یک باران تیز. این ریا مثل همون یک باران تیز ورست که همون گرد و ثواب کلش چی میکنه؟ از بین میبرن. فترکه صلدا، بازو نمیگه همون از خاک پاکش کرد، همون سنگ همون خالص مان که بیری که دستان بزنه که هیچ چیز نیست، یعنی یک ذره ثواب بر ازی باقی نمونده. این کسایی که صدقه های چی میکنن؟ خیرات های ریاکارانه میکنن. لا یقدرون علی شیء، میگه هیچ قدرت نمیداشتن چیزی که ما کسب، از آن چیزی که کسب کردن تمام یک لگر پگکش رفتم و هیچ یک قرانش هم نموند، کلش ریا برد خوردش. والله و الله متعال که میگه جگر خون نباشین، خیرات ها را دیدین چطور کنیم؟ ولی مدرسه قلف شد، چیزا بسیاری کسا مردم غریبا مان، یتیمای بیچاره مان. الله متعال میگه والله لا یهدی القوم الکافرین، الله متعال هدایت نمیکنه قوم کافر را، اینا بیدین هستن، دروغ میگن که ما مؤمن هستیم، دین داریم. و مثل الذین، اما مثال کسانی که ينفقون نفقه میکنن اموالهم، مالهای خود را ابتغاء مرضات الله، به هدف کسب رضایت الله، و تثبیتا من انفسهم، و به خاطر استوار ساختن نفس خود، میخوان خود از گناهات توسط نفقات چی کنن؟ پاک بسازن. که مثل جنت، مثل مانند یک باغ هست، بربوتن که در یک جای بلند موقعیت دارم، اصابها وابل، که بر از یک باران قوی و خوب میرسه، فآتت اکلها، پس بازی آثار خدا چی؟ حاصلات میده، ضعفین دو چند پیسی از دو چند آثار خدا میگیره، ضعفین دو چند. فان لم یصف، اگر برش نرسد وابل، باران زیاد قوی، فاطل، پس یک بارانک کوچک هم که بیایه بر از حاصل میرسه. چرا؟ همین نیت عادی عزیز برای چی؟ برای کامیابی از این کافی هست. مجرد کنیم والله و الله متعال بما تعملون بصیر، یعنی اینمی قسم که اینمی نفر هست اما تو زمین داره، یعنی زمینش خوبش است، مثل نیت خوبش است که 100% نیتش به خاطر رضایت الله هست. وقتی که یک روپیه برای رضایت الله مصرف میکنه، الله متعال چی میکنه؟ بر از این اجر پاداش میده. الله متعال ما و شما را توفیق عمل بیشتر و خیر نصیب بکنه.